بریم برای پخت شیرینی بژی کرمانشاهی خوشمزه. 4 لیوان آرد رو با 1 لیوان شکر قشنگ قاطی میکنیم. وانیل، پودر هل، نمک خیلی کم اندازه 1 پنس، زردچوبه. ببینید این شیرینی منطقه کرمانشاه هسته، سمت کرمانشاه شهرستان گیلانقرد معمولا این شیرینی رو خیلی میپزن. ادویه رازیانه و زردچوبه جز ادویه های اصلیش هستش. حالا همه این مواد رو با هم دیگه مخلوط میکنیم، یه قشنگ دیگه با هم قاطی بشن دیگه. روغن جامد رو گرم میکنیم، روغن رو به همه مواد اضافه میکنیم و قشنگ ورز میدیم، نه به حالتی که آردمون گوله گوله بشه، به خورد آرد بره، چون باید 1 لیوان سرخالی هم شیر اگر داشتین، اگر نداشتین همون سرخالی آب بهش اضافه بکنید. خب ببینید روغن رو که ما با آرد و سایر مواد قاطی کردیم ورز میدیم که به این شکل در بیاد که ترکیب یک دستی به دست بیاد. الان شیر رو ما به مواد اضافه میکنیم. دوستان این که الان میبینید این چربی شیره، حالت خامه ترشیر شد و خوب ورز میدیم به حدی که خمیر به دست نچسبه و مواد قشنگ به خورده هم دیگه بره. ببینید این خمیری که به دست نچسبه به دست میاد. حالا این خمیر رو میذاریم 2 ساعت استراحت کنه، بعدش میریم برای سرخ کردن. ببینید اندازه یه توپ بدمیتون ازش ور میداریم، تو دستمون قشنگ ورز میدیم به این حالت که در اومد. یه صافی برمیداریم به همین راحتی به شکل میدیم. ببینید همین میندازیمش توی روغن داغ و سرخش میکنیم. توی روغن داغ میذاریم و قشنگ سرخ میکنیم. همین شیرینی فوق العاده خوشمزه‌ایه.